ما مردمی را که قبل از شما بودند چون ظلم کردند و به پیامبرانی که با دلایل روشن به سویشان آمدند ایمان نیاوردند نابود کردیم. بدانید این چنین مجرمان را مجازات می‌کنیم. بعد از آنها شما را به عنوان جانشینانی در زمین انتخاب کردیم تا ببینیم شما عمل کردتان چگونه است. و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند میگویند یک قرآنی به غیر از این بیاور یا به چیز دیگری تبدیلش کن. بگو سزاوار نیست که من خودسرانه آن را تغییر بدهم، زیرا فقط از آنچه که به من وحی می شود تبعیت می کنم و اگر نافرمانی خدا کنم از عذاب روز بزرگ هراسان